که شراب نوشیده بیاد در خانهشان با خواهر خود علاقه جنسی میکند و خواهرش از او حامل دار شده. باید داماد شونده عروس خود بیند پیش از نکاح و عروس در نوبت خودم داماد ببیند، که مبادا بعد از نکاح به یکدیگر انسانی که خدا ناشناس شد، انسانی که حرام و حلال فرق نمیکردگی شد وای هلاک شدگی انسان است. و هر کسی از بندگان خدا از امتان من از نکاح سرکشی میکند وای از امت من نیست. نکاح یکی از نعمت‌های است، یکی از بخشش‌های الهی است، یکی از سنت‌های تمام پیغمبران است. نکاح نعمت است، از جانب خدا بخشش است. عزیزان من، از این سبب پروردگار نکاح از سببی شناسایی بنده را با خدا قرار داد. اگر انسان عاقل حقیقی اندیشه کند از خود نکاح پی میبرد که این انسان و این عالم و این بشریت یک خدای دارد، یک معبود دارد، یک انجینیر دارد، یک مهندس دارد، یک کارگردان دارد که این عالم موافق نقشه حکیمانی خود به کار در آورده است. نکاح وقتی که مرد با همسر خود ازدواج میکند، ماننده که جنید الله با عروس زیبای خود ازدواج میکند، این با فرمان خدا هست. خدا هست که امری به نکاح کرد. همه خطبه های نکاح در جوانا وقتی که شما گوش کنه امام داملای شما اول آیه که میخواند فانکحوا ما طاب لکم، این سفارش خدا هست. فانکحوا امر است که ای بندگان من، ای جوانهای خوب، وقتی که شما همسر گرفته نمیشه برای خود همان همسری را گیرید که او را دوست می‌دارید، او به شما معقول است، او به شما خوش آمده است، شما با او خوش آمدگی هستید، ان همون نکاح کنید. بنابر باید داماد شونده عروس خود بیند پیش از نکاح و عروس در نوبت خودم داماد ببیند، که مبادا بعد از نکاح به یکدیگر و آخرا سبب نفرت پیدا نشود. پیش از نکاح دیده باشد خوشش بیاد نکاح راضی می شود، ندیده باشد اگر نکاح نمی کند. بنابر یک سبب دیدن عروس و داماد یکدیگر، این برای خاطر پیدایش الفت و محبت است بین عروس و داماد. از این سبب پیغمبر خدا می فرمایند النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنت من است و هر کسی از بندگان خدا از امتان من از نکاح سرکشی میکند و از امت من نیست. در که نکاح فایده های دارد که قرآن این فایده ها رو برای ما بیان میکند. یکم فایدهش لتسکنوا الیها، فایده اول نکاح این است که داماد با عروس خود آرامش می‌یابد و عروس در نوبت خود با داماد آرامش می‌یابد. و ببینید وقتی که عروس و داماد رو نکاح کردن خانه آوردن، در یک شب الکید بین اونها محبت و الفت پیدا می‌شود که دیگر داماد نمیتواند به عروسش باشد و عروس نمیتواند به شوهرش باشد. این آرامش از نکاح حاصل می‌شود. لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. دویم فایده نکاح این است که خدا میگه به سبب نکاح بین عروس و داماد من دوستی پیدا میگردانم. یعنی این دوستی که بین زن و شوهر است از سبب نکاح است. جوانای خوب، اکثر شما امروز دیدی استاده در فیلم ها فاحشه خانه ها رو دیدی استاده که زنهای فاحشه با مرد فاحشه به مجرد تمام شدن علاقه جنسیشان به یکدیگر نفرت دارند. نه مرد او رو میخواهد دیدن و نه او فاحشه این مرد میخواهد دیدن، اما پولش میگیرد و از دیدار او بیزار است. اما نکاح برای زن و شوهر روز تا روز محبتشان
تایید میگردونه. به موسفیدا رو ببینید 50 سال 60 سال با همسراشان زندگی کردن، حالا طاقت ندارن که پای همسرش دخار زنن. در کجا گشت گردد اول خانه درات از همسرش میپرسد بچه‌ش میپرسد که مادرت کجاست. یعنی این از سبب نکاح است. بنابر قرآن میگه و جعل بینکم موده، خدا هست که به سبب نکاح در بین شما دوستی پیدا کرد و رحمت. یعنی دیگر فایده نکاح این به وجود آمدن فرزند است. مراد از رحمت مفسرین کرام فرزند تفسیر کردن، نبیره تفسیر کردن، عبیره تفسیر کردن. فایده دیگر نکاح این به دنیا آمدن فرزند است. فایده دیگر نکاح این ادامه نسل است. از نکاح است که الحمدلله من ما و شما به دنیا آمدیم، پدر داریم، مادر داریم، از پدر و مادر خود افتخار میکنیم. اگر رفت از راه حرام، از راه زنا به دنیا آمده باشد کدام شخصه پدر و مادرش معلوم نباشد، یا پدرش معلوم است و مادرش معلوم نباشد، این جوان در جامعه هم خجالت زده جوان است، در نزد رفیقاش هم خجالت زده است، در که برای وی پدری معلوم نیست کی از پدرش. بنابراین یکی فایده نکاح این به وجود آمدن نسل است، این ادامه نسل است. از این سبب خدا نکاح هم نعمت گفت که آیله تشکیل می شود، بعد از آیله محله ها آباد می شود، بعد از محله ها جامعه ها تشکیل می شود. همه این با سبب نکاح است. از این سبب رسول اکرم نکاح سنت گفتند، عبادت گفتند. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خدا میگه در این آفرینش مرد و زن و یک جای کردن اونها به واسطه نکاح خود دلیل است بر وجود خدا برای کسانی که فکر کنند. اگر نکاح نمی بود عزیزان من، اگر یک مرد خاص یک زن نمی بود، حال جامعه چی میشود؟ حال دنیا چی میشود؟ بنابر جوانای عزیز، خواهش من از شما این است که در کجای محفلی که در کدام مراسمی که پیشواهای اسلام صرف نظر کی نباشد، اگر شرکت داشته باشند شما آنجا روید و از صحبت اونها یک غذای معنوی حاصل کنید. و هر هفته یک روز که روز جمعه است، روز عبادت است، روز استراحت است، 2 ساعت از بحر کار دنیا گذرید، از ساعت 12 تا ساعت 2 برای خواندن نماز جمعه به مسجدهای جامع روید و از پیشواهای اسلام آداب و احکام اسلام عزیز خدا فهمید. امروز دور شدن جوانان ما از مسجد و دور شدن اونها از محفلهای اسلامی، عزیزان من، جوانای خوب، باور کنید فرزندهای ما و شما مسلمانها را چنان غافل ساخت، چنان از خدا بیخبر کرده است، چنان از احکام اسلام دور کرده است که غیر از نام مسلمانی دیگر چیزی برای اونها وجود ندارد. نه حرام میدانند نه حلال فرق میکنند. در هفته گذشته در این قشلاق مخکلان یک توی بود. بعد از انجام صحبت یک موسفید از پشت من آمد و یک حادثه را برای من نقل کرد. جوانای عزیز، پدرای مهربان، گوش اندازید که هر مسلمان طاقت شنیدن این لحظه را ندارد. گفتم عزیز گو در قشلاق ما یک جوان در حالت مستی که شراب نوشیده بیاد در خانهشان با خواهر خود علاقه جنسی میکند و خواهرش از او حامل دار شده است.
وقتی که خواهر چه پدر و مادر سفارش میدن مجبور میکنن که این کار رو تو کرد، میگوید اکام کرد. جوان عزیز، اکا در حالت مستی با خواهر خود، خوب وقتی که این حادثه رو ما از اکران تلویزیون تماشا کنیم، این حادثه رو ما از اروپایی ها شنویم، جای تعجب نیست، در که در اونجا حرام و حلال نیست. اما وقتی که فرزند مسلمان این کار میکند، برای هر یک مومن این تشویش آور است. وقتی که بچه رو میبیارن، پدر و مادرش میپرسد که چون این کار کردی، او از خجالت شب خسته خوش آویزان میکند، خوش میکشد. این سخنی که همون بابای صوفی به من نقل کرد. بنابر خواهش کرد در من که شما حضرت که بسیارتر جوانان شما دو مخلص هستند، درباره عرق بسیارتر صحبت کنیم. خوب در این باره من صحبت بسیاری دارم، قریب در هر محفل صحبت میکنم و نوارها هم هست، فیته ها هم هست. بنابر جوانای عزیز، خواهش من از شما این است که مبادا همین شرمندگی و همین خجالت روز بالای شما بیاد. پدرای عزیز، مبادا این خجالت و شرمندگی روز بالای خاندان شما بیاد. بنابر فرزندان را تأکید کنید، فرزندان را همراه خود مسجد برید که درباره عرق و زیان او از پیشواهای خود چیز فهمند. انسان همچنان که احتیاج به غذا دارد، من این غذا میگم، گرسنه باشیم، بی طاقت بشیم تا اینکه یک چی خوریم و معده ما آرام شود، نفس ما آرام شود، خود ما نه آرام حس میکنیم. اما اگر گرسنه باشیم، معده ما گرسنه باشد، ناراحت میشویم، بی طاقت میشویم. آخر این گرسنگی ادامه یافتن گیرد، خالی بودن معده از غذا ادامه یافتن گیرد، کسلی های روده پیدا می شود، کسلی معده پیدا می شود. آخر انسان گرسنه مبتلا می شود به مرگ، به هلاکت. و این چنین روح ما و شما هم عزیزان من احتیاجی به غذا دارد. جوانای خود، شما خیال نکنید که انسان فقط برای خوردن و خواب رفتن به دنیا آمده است، برای کار کردن آمده است. نه، برای این آمده است. انسان پروردگار از دو چیز مرکب کرد، یکی از جسم، از جسد، یکی از روح. هر کدامشان برای خود غذا دارد. مانند که جسد غذا دارد، خوردن و آشامیدن و خواب رفتن و استراحت کردن، روح هم غذا دارد. روح غذاش این شنیدنی چی است؟ کلام خدا هست. روح غذاش این شنیدنی سخنهای پیغمبر است. روح غذاش این شنیدنی سخنهای حکمت آمیزی حکماهاست. بنابر وقتی که انسان از غذای معنوی روحش خالی ماند، آن روح هلاک شدگی است. یعنی انسانی که خدا ناشناس شد، انسانی که حرام و حلال و فرق نمیکردگی شد، وای هلاک شدگی انسان است. مانند که من اون جوان دیدم با دست خودکشی کرد از سبب نرسیدن غذای معنوی. با جوانای خوب باور کنید، اگر با یک محفل می نشست بار درباره عرق و زیان آن و در پیشگاه خدا عرق نوش چی حکم دارد از نظر اسلام میشنید، و شاید این کار نمیکرد. اگر این کار نمیکرد و خودکشی نمیکرد. بنابر دور شدنی از غذای معنوی سبب هلاک شدنی انسان است، آخر سبب هلاکت جامعه است. بنابر عزیزان من گوش اندازه به قدری گنجایش وقت صحبت میکنم با شما که بعد از آن خدا خواه یک جایه دعا میکنیم. شاعر میگوید گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. این گوشی که ما در سر داریم به واسطه وی صداها رو میشنویم، این در همه حیوانات هم هست. خرم دارد گوشی که از ما کلانتر است،
اگر فیل بینیم ما چندین برابر وی کلان است، اما این گوشی سر از نظر اسلام اعتبار ندارد. گوشه که سخن شنود درباره وی تفکر نکند، موافق شنیده هاش عمل نکند، این گوشی بیفایده است. آن گوشه که از نظر اسلام اعتبار دارد، صاحب وی در نظر اسلام بلند مرتبه است، این گوش دل است. گوش دل چی؟ هر سخنی که میشنویم درباره وی تفکر میکنیم، درباره وی اندیشه میکنیم که چی شد، این پیشواهای اسلام چی گفتی استادیان، آیا این معقول است یا معقول نیست؟ این گوش دل. پروردگار همه شما در گوش دل عطا فرماید.